سلام خدمت شما دوستان عزیز، من پرهامی گیم پلی هستم. اومدیم سراغ بازی جارو برقی، یه بازی خنده و باحاله. مرامی کانال ما رو دنبال کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. دوستتون دارم و برو بریم سراغ بازی و ببینیم چه خواهد شد. خب دوستان ببینید اومدیم اینجا، از اینجا میرویم به سمت پایین و این جارو برقی معمولی نیستش، بلکه این جارو برقی کم دیدیم منم بخوله. بذار من لامپ اینجا رو بردارم. لامپ اینجا الان هیچ به درد ما نمیخوره. چرا یه لامپ اینجا بذارم؟ به به، این لامپو وردارم اینجا، به درد دیگه نمیخوره دیگه. برم پایین، یه لامپ بذارم اینجا. ویری گود، حالا برو پایین. او پسر یه دوچرخه پیدا کردم. دوچرخه سیبیلت حالا میچرخه. یه لامپ دیگه اینجا بذارم. به به، او پسر دوچرخه پیدا کردم، پس دو بار سیبیلت میچرخه. او پسر، وای پسر چی پیدا کردم؟ عجب آیتمی پیدا کردم. very good. چقدر اینجا آیتم به دست میاری. باور کن خیلی الان میتونم پول بگیرم، فقط لامپ ندارم. باید برم بالا، به نظر من برم بالا تو ببین چی میشه. اینجا دیگه لامپ دیگه نداریم، دیگه نمیبینم. برم بالا یه لامپ بگیرم. این چیه؟ بذار من اینو بردارم. اوکی شد. خب حالا 42 تا پول به دست آوردم. یه 2 تا لامپ بگیرم، یه دونه اینو بخریم. خوبه به نظر من 2 تا لامپ کارو جمع میکنه. ایزی تمام. حالا دوستان باید بریم پایین، برویم پایین تا ببینیم چه خواهد شد. سیو داره، سیو نکرده بودم. بذار سیو بزنم. شانس آوردم وگرنه بازی از اول میشد. فکر کن این همه اومدن بازی بره از اول. بابا لامپو بذار اینجا دیگه. بکن بریم پایین تا ببینیم چی میشه. پسر یه ماشین دیگه پیدا کردم. بنازم. وری پرفشنال. ماشین چپ کرده. یه خورده بذار اینا رو بفرستم بره اون ور تا بتونم آیتماشو وردارم. میبینی خیلی خوب شد. فکر کنم باید به سمت پایین بکنم. میبینی نمیدونم، یا به سمت پایین باید بکنم یا به سمت بالا. یه همبرگر گرفتم دی ساندویچ. بذار برم بذار این ساندویچ رو به نظرم بخورم ببینم چی میشه. این چیه؟ یه دوچرخه پیدا کردم. ای والا خیلی خوب شد. بذار اینجا هم بکنم. بذار رنگ این لامپ رو عوضش کنم. زردش به نظرم پر نورتر از همشون. اینم خوبه، اینم نورش به نظر من خیلی خوبه. ببین میتونی لاستیکای ماشینا رو ورداری. من اینا رو نمیدونستم. ماشین 4 تا لاستیک داره دیگه، میتونی ورداریم. خب بذار من برم این ور. دوباره یه لاستیک دیگه شو میتونستم پیدا کنم و خیلی خوب بود. این ور چی؟ بذار یه دونه از این سرعت این جارو برقی برم بالا ببینم چی میشه. خب عالی. برو برویم ببینیم اینجا چی میشه. بنازم. تا اینجا رو تونستیم جمعش کنیم. باید برم بالا بتونم یه دونه تناب بگیرم. الان تناب نیازم شدید. یه دونه وزنه پیدا کردم. چه باحال. اینجا رو چقدر آیتم اینجا زیاده. لاستیک و کلی آیتم های دیگه اینجا پیدا کردیم. میبینی این دیگه چقدر اینجا آیتم داره. برم دوباره برگردم دوستان بالا، دوباره بتونیم اینجا آیتماشو ورداریم. خیلی بازی باحالیه. میگم اما تناب نداره. آره باید برم تناب وردارم بیارم. بذار تناب بخرم. یه تناب خریدم. یه لامپ هم بذار 3 تا لامپ 2 تا لامپ تونستم بگیرم، ایراد نداره. خب بریم پایین دیگه. یه دونه دیگه تناب گرفتم. فقط اون یه تیکه رو دیدی چقدر آیتم داشت. باید برم اونجا، باید برسم اونجا تا ببینم چی میشه. اینا اینجا چقدر اینجا آیتم داریم پسر. خیلی آیتم زیاده. میبینی پر آیتمه. یعنی تو زندگیم انقدر تا حالا آیتم ندیده بودم. خیلی باحاله. خب اینجا دیگه آیتم دیگه نداریم. خب حله. بذار این لامپ هم وردارم بریم دیگه. بکنم بریم پایین دیگه. اینجا یه لامپ بزنم بریم. ولی رنگ بنفش خیلی باحاله. من خودم عاشق رنگ بنفشم. بنفش خیلی خوشگله. قبول داری؟ من اتاقم رو نگاه کنی اصلا تمش رنگ بنفشه. به نظر من رنگ بنفش خیلی خوشگله. خب اینجا دیگه چی داریم؟ یال مزه آیتما. میگه اینونتوریمون پر شد. چقدر سریع اینونتوریمون پر شد. دوستان میگم یه تناب دیگه بگیریم بریم پایین ببینیم چه خبر میشه. حالا دوستان این بازیش دمو، حالا اصلش نیومده. اصلش بیاد خیلی به نظر باحال میشه. بذار یه تناب بخرم. تناب چقدر؟ $40 پول تنابه. خب حله. برو بریم.
3 تا نه 2 تا لامپ دارم. فکر کنم 3 تا لامپ دارم. پسر تناب آوردم جا. حالا بعد بکنی بری پایین. چرا نمیتونه بکنه دوستان؟ چرا دیگه نمیتونه بکنه؟ شاید رسیدیم به انتهای زمین. خب چرا بس من اینقدر لامپ خریدم؟ یعنی چرا بس تناب خریدم؟ چرا بازش میگه تناب بخر؟ یعنی چی؟ حتما اینجا یه آیتمی داره که بهمون رسیدیم به این انتها دیگه. باید دوستان این اطرافا بکنم ببینم چی داریم. الان رسیدیم به انتهای کف اینجا مثل بدراکه. دوستان این دموشه تا به عرض شما برسونم که هنوز اصلشو نساختن. تا اصلشو بسازن دیگه اون موقع میادش. اینجا رو این چقدر آیتمه میبینی؟ دوچرخه چقدر پیدا کردم. بذارم یه لامپ بذارم. ببین اینجا رو باید دوستان به عرض شما برسونم. بذار اون لامپ هم بردارم. یه لامپ خوب بذارم اینجا دیگه. اینو همینجوری میتونه آپگرید کنی دیگه. کار دیگه ای نمیتونی انجام بدی دیگه. ولی خیلی آیتم میتونی به دست بیاریم. لاستیک اندازه کلم جارو برقی میکشی تو خودش. میگم منم عاشق رنگ بنفشم. بنفش خیلی خوشگله. اصلا بنفش یه رنگ شیکه نه؟ خب حالا اینجا نگاه کن. اینجا اوکی میشه. اینجا اوکی میشه. اینجا وری اوکیه. وری کتل. خب برویم دوستان دیگه به انتهاش رسیدیم دیگه. بعد نگاه کنید چه رنگای مختلف زن چقدر خوشگل شده. میبینید تا بالا میای چقدر کیوت و زیباست. میبینی اصلا آدم کیف میکنه. واقعا آدم کیف میکنه. جیگرش اصلا آنباکس میشه. خب اینو بخریم. لامپ بخریم دیگه. همینه بازیش دیگه. تا همین نده دوستان. امیدوارم از این ویدیویی که برای شما گرفتم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت هم فراموش نشه. مرامی کانال ما رو دنبال کنید. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. هر روز برای شما ویدیو گیم های جدید قرار میدم. کانال ما رو دنبال کنید. دوستتون دارم.